قیزبان الدو تو در اینجا چیکار میکنی؟ اگر پدرم ببیند تو رو میکشد. نه نترس، من از این چیزا میترسم. خودت دیدی که. قیزبان چرا میترسی؟ اومده تو رو ادابری رو از پدرت خواستگاری بکنم. آخر دفعه گذشته شد مگر اینطور میشود؟ آخر در بین رو او هم راست میگوید. اگر من هم میشدم با شخصی که در سری رو دختر خواستگاری میکنند اهمیت نمیدم. همین طبعه خود راست میگویی. اگر من هم باشم دخترم رو نمیدیم. خلق چی میشود؟ چی میشود؟ همراه هم کلول های ده رو بگیرم، یک قطی شیرینی بگیرم، بگه آمده تو رو خواستگاری بکنم. پدرت باشد مادون است ادم تو رو با من بیدیم. آمده تو رو خواستگاری میکنم، خواستم تو رو خبردار سازم. تو هم تیاری بیده، تیاری بیده. برای چیزا شامایش یو مایلش ای جانم قیزبانم نوری در چشمانم وعده بوده که میشه میمانم قیزبانم ای جانم نوری در چشمانم ای جانم نوری در چشمانم بکنم قیزبانم ای جانم. پدرم اومد گریز. هیت برای چی گریزم آخه جانی من ایستو یک دقیقه چی میخواست؟ بابا میرم حالا ایست قیزبان، حالا ایست. من تو را ایستا ولی با خانه دارم. تو مرا دیر کم کردم میخواهی. پایهایت را میشکندم، پایهایت را میشکندم. حالا ایست. تو با من شوخی کرده ایستاده ای. خالم در همین جاست. در همین جای رالدو کنیگوی قیزبان چی بود؟ نپرسید خالا جان، من مردم. اما که شهباز ما رو در وقتی صحبتمون دستگیر کرد، من رو زن پیش کرد. به خدا خیلی بدقهر بود. باز در بالای من چی طرف به خواستگاری میرم. من این کاری رئیس رو بینم. زیق نشو الدو، خواطیر هم نشو. ما رفته قیزبان رو خواستگاری میکنیم. همراهی عمک حامید، گلی و یلمز به خونه‌شون میروید. ما عرف و عادت را به جا میاریم. اون طرفش کاری خدا میلش. هر خالا جان همین طور است. لیکن اگر قیزبان رو با من ندهد چی؟ آخر دفعه گذشته هم گفته بود که تو صاحب نداری و به خانه در هستی. من به تو دخترم رو نمیدیم. چیه؟ شهباز تو رو به صاحب گمان کرده است که دخترم رو نمیدهم میگویم. خواطر نشو. رفتن دختر را خواستگاری میکنیم. بعد توی را هم میگذارونیم. بیا برفی آمادگی بینیم. الدا تو رفته عمک حامید را همراهی گلی خبر کن میلش. کنی الدو مبارک شد. خدا راضی باشد. خدا از همه تو راضی باشد. رفتی من هم به یلمز بعدی هم. اول نقطه تیپی رو میبینیم. اگر در اونجا نباشد بعد به خونه‌اش میرویم. سلام. سلیمه رو ندیدید؟ چی گپ شد؟ بیایید به خونه رویم. حاجت نیست. سعید با پای خودش آمد. سلیمه در کجایی؟ سلیمه سلیمه چی شد پسرم؟ نه آمده است. معلوم می شود که به کوک رفته است. اکا چیتین می آید. خودش چی گپ؟ به اجازت می درایی؟ برای بردن پسرت آمده. اما جا رو کبه. با این احوال خودش چقدر میگریزد؟ نه اون نیست. نمیفهمی.
او در پایان است، به پایان. بلای بعد این بلا از همه جا میبراید. خدایا پسرم را در پناهت نگه دار. همه جا را کابه، او را زنده میخواهم. حاضر است سردارم. اکا جان پسرم صد شکر که شما خوبید. خوبی؟ نترس، با ما چیزی نمیشود. او تو را میجوید. پسرم این ظالم به تو روز خوش نمیدهد. آخر هر روز میآید. رفته در یک آنجا پنهان شو. راست میگید مادر، کار این طور نمیشود. تا اثبات کردن بیگناهی هم باید در یک آنجا پنهان شوم، وگرنه این شخص ما را به حال ما را نمیگذارد. اصلا آقای عبدالله ما را به دهه‌اش دعوت کرده بود، اما مشکلی آن است که من همیشه در فکر شما هستم. ما در اینجا خوبیم پسرم. تو رو. اگر آن ظالم میخواست ما را میکشت، تو نترس، او به ما دست نمیرساند. مادرم راست میگویند اکا. شما رفته پنهان شوید. آخر دامها هستند که اگر یگان مشکلی آید ما هم گریخته به نزدتان میرویم. مایلش اما هوشیارم همیشه باشم. پسرم خاطر نشو. در امان خدا باش. شما هم مادر، شما خودت را احتیاط کن. خسته نباشید امک جون. خدا راضی باشد. امک جون، آقیل خانه درگاه در کجاست؟ همین خیلی راست روید، از پیشتان میبراید. تشکر امک جون. سلامت باشید. حضرت سیدو، مادری بحری با شما صحبت کردن میخواهد. درآید. حضرتم، من رو ببخشید. من یک زنی بیسواده هستم، از هیچ چیز خبر ندارم. با شما ناحرمتی کردم، ببخشید. برای رضایت الله بحری را جواب دهید. آخر ها کودک است. چه خیل کودک است؟ بحری یک جوان مرد است. شکر که عقل رسا دارد. اصلا به اینها ضرر رساندن گناه است. بحری از این پس یکی از ما حساب می شود. حضرت سیدو این طرف نکنید. شوهر ندارم، خش و تبار هم ندارم، بی صاحب هستم. تنها یک پسر دارم. اگر او رو هم از دست دهم چیکار میکنم؟ مایلش، تو به خانه‌ات رو. من با پسرت صحبت میکنم. حضرتم، خدا از شما راضی باشد. بیا دختر. حضرت سیدو، چتین از پسم میگردد. هر روز به ده آمده مرا میجوید. من فکر کردم که اگر تکلیف شما را قبول کنم اجازه دهید من در اینجا مانم. البته این چی خیل گپ است دختر. نور دیده تاج سر. جبار. لبر حضرتم. با دختر جای زیستش را نشان ده. مرحمت دختر. بله. در نظرم است. با او فشار آوردنت خوب شد. اکنون در نظرم میسته. خیلی خوب. حالا وقتی عمل کردن است. اکنون برای گرفتن مالها یگان مانع نیست. پگاه وقتی دمیدن صبح در وادی خزان وا میخوریم.
کاری اولینت مبارک شود حضرت شیخ. مرا فهمیدی رئیس؟ ها فهمیدم. عرض و شکایت های مردم، مکتوب هایی که مردم به دادستان می نویسند یگان تایش را نمی فرستی. این عریضه مادر کچه نیست مگر؟ ها از مادر کچه. اینها رو نیست میکنی رئیس، نیست میکنی. کسی فرصت تیریس را میگویی و همه اش را نیست میکنی، فهمو؟ وگر نبیست که همین ورق ها میشوی. رئیس دخترت مجبور میشود که برای تو مکتوب نویسد. فهمو جناب. خیلی آدمی بد افت است. دیر کردیم، بخودو دیر کردیم. خب این رو بستن. آلدو چیکار میکنه؟ آکار شد شد اومدم. این رو بستن نمیتونم چیطور میبندن. این رو با کجا میدارن؟ از کجا میبرن؟ خدا شاید اینجا دارن. این نمیشود. ممکن اینجا برارن. دیر کردیم. آلدو؟ اکلماز یاری دیگه با خدا نتوانستم گیرد این رو. من ببندم. آزیر آزیر اکی الدو با خدا خیلی زبیده است. دشکی تو داری بر برا با تو یک دیگه. دیر کردیم با خدا دیر کردیم. قسمان ما رو انتظار است. مالش حاضر میرم. دیر نمیکنم خاطر نشم. مثل شاهر زیبا شده به من باور کن. اکی علماز ایتر نگید بود آقای دکتر نشونم. نه نمیشونم. که این لباس را گیر. با این لباس شما را از پیش کردم. اکی علماز من حق شما را چطور بر میگم. ایستا این را هم برام. البته چنان جوان زیبا شده که بیا رفتیم. ایستا دخترم ایستا خلل نرسون. نمیبینی من تسبیح میگذارونم. چرا میزید دیوانه ها در اطراف چرخ میزنی؟ سرم رو گران کردی. از اینجا من کارم را کنم. رو اطراف رو جمع گیر میکنم پدر. یه روز برای بهار خانه رو توزه میکنم. حوزی می اوید. حالا هم نگفتم چیکار میکنم؟ این طور که باشد دخترم من به قهوه خانه میروم. در آنجا تسبیح میگذارونم. نه پدر من هیچ کجا نمیروید. تو دیوانه شده ای؟ کلی از پیشم دور شو. راجع گذارم. یک طرف حوزی تسبیح رو در رویت میزه میکنم. من حوزی باروش باید چه کبوده میکنم. نمیخواهم. حوزی همش رو میریزانی. من میترسم. چی؟ تلفنی شده نمیتونم. میگویند در خونه جین پیدا شده است. به خدا من سخت میترسم. نروید پدر، التماس نروید. التجا میکنم. مایلش رفته یک چایی کبودم کن. تو کور شده ای. تو جان کن همه جان کن. ای ینگا آخر چیکار میکنیم؟ اینها کجا شدن؟ حاضر بیاوید. انا همه را خواتیر کردیم. اما که همیشه زودتر این کارو حل کنیم. بیچاره از هیجان چیکار کردنشون نمیدونم. بسیار در هیجان نشه. آرام باش. کجا رفتیم؟ ایسته پدر شما زحمت نکشید من میکشویم. حوزی مرا بردن نیستم. یا سلام علیکم دخترم کیزمان. پدر سلام علیکم. اوه کیها را میبینم. السلام علیکم رئیس. شما دی آقای حامد. سلام یومد. سلام رئیس. مرحمت کرده گذارید. کنی گذاریم. گذارید. شما دید گلی. خوش باشی رئیس. خوش باشی. خوش آمدید. دختری ابله.
گذارید خوش آمدید گذارید آقا دخترم برای مهمانای اگم چه بیار دخترم نیست خوش آمدید چه حال داری آقای خدا شکر خوبم خوش آمدید زلال خوش باشید رئیس. چه حال داری زلال؟ خوبم. خدا مددگارت. تو چه حال داری یونس؟ خوبم تشکر. خیلی خوب آلدو با رئیس چی شده باشد؟ با خدا من هم نمیدونم. بهارم آمده؟ بوز و گوسفندها در کوهن. بخیر است آقای حامد. سبب آمدنتان رو نفهمیدم. سبب آمدنم رئیس با خدا هیچ حاجت به کشال کردن گپ نیست. با امر خدا و قول پیغمبر برای خواستگاری دختر قزمان برای الدا آمدیم. این طور نگاه نکن قزمان. زود قهوه را تقسیم کن. دخترک زیبای من کنی بیار تشکر دخترم تشکر. تشکر دخترم. تشکر جزمان. اکسیژن شد. خیر چی میگویی رئیس؟ سر این جوانها را جفت کنیم؟ چی گویم آقای حمید؟ چی میگویم؟ نمیگویم. رئیس خدا شکر. من میدونستم صبر کن میسرم من میدونستم که رئیس خدا شکر. تو چی کار میکنی رئیس؟ آخر آنها هم دیگر را دوست میدارن. بله راست. نه گفتم کو زلال. گپم یک تا. این کار در همین جا تمام شود. و خاطر شما چوپان را به خانه راه دادم. زود از خانه هم برایت. با او دختر نمیدهم. اما پدر زمان نگرید. این رو هم گرفته بره. آی بس رئیس آدم بر این گپ زن. گیر این را گیر. خدا اگر باری دیگر به این مقصد به این خانه آید از من خبر نشده. کاری خوب نکردی. این کارت کاری ناز نیست. ها یلمه این را گیر. همش تو گناهکاری. رم از اینجا. از نظرم دور شو. کمش مونده است که برای به تشکیلات در اومدنم کمش مونده است. انتقامت رو میگیرم. دکتر اگر یگان چیز لازم شود ما در بیرونیم. تشکر. آقای جبار حضرت سیدا شما رو جر میزن. عاقل خانه بیاید میگویند. حاضر میآیم. در را کشاید.
آن مالها را برار جبار. در جزدان گذار. وقتی دمیدن صبح آنها را برده میسپاریم. آنجا دور است حضرتم؟ نزدیک است. مال را در وادی خزانها در خرابدار میسپاریم. فهمو. جبار! لب حضرتم. در داد و گرفت حق خودمان را فراموش نکن. چتین پول 15% مال را به تو میدهد. فهما؟ فهمیدم حضرتم. خواطر نشوید. نوبتدارها صدایتی با پشت عاقلخانه روید. آن خائن تشکیلات میگرسند. چرا ایستاده اید؟ سری زودتر شابید. جبار چه گپ است؟ چه گپ است؟ آن دختری تشکیلات مالها را دزدید حضرت. شما چه کار میکنید؟ آن زن چطور به اینجا درآمد؟ زود او را دستگیر کنید. او را دستگیر کنید. صدق الله العظیم. سلاحات را پرتاب. زودتر زودتر. ایستد. ایستد. کنی را گرفته رفت. او را به زندان فرستایید. تگاه این کافر را میکشید. طاهیر مرا نجات ده. التماس مرا نجات ده. ناکر خاموش.
خائن را پسری آن زن میکشد. بین هم پسرک به صبرانه انتظار است. این کار خدمت نخستینش می شود. با این راه پسرک برای جنگ هم آماده می شود. زود رفته گوید برای پگاه آماده شود. هدی همه پراکنده شوید. به نزد او رفتید ها؟ رفتید تو اینکه مرا قبول نکند؟ چیکار میکردم؟ دیده و دانسته با من روان میکردم. مثل پدرم شهید میشوم. بهوده سرگردان نشوید. بمیرم هم به آنجا میروم، همراه آنها میمونم. به من کاردار نشوید. از آنهایی که مرا به پدر گذاشتم قصاص میگیرم. تا جایی که زورم میرسد انتقام پدرم را از آنها میگیرم. مادر جون فهمیدید؟ میگیرم. ظالم ها، من چی گناه داشتم که به پدر کلان شدم؟ نه رویش رو دیدم و نه صدایش رو شنیدم. حتی یک دونه عکسش رو هم ندارم. و همش آن ظالم هایی به ایمان گناهگارم. پسرم این طور نگوی. این طور نگویم ها؟ آخر چی گویم مادر؟ مادامی که این طور میگوید شما با من فهمونید. خوش و چشمانش چگونه بود؟ صدایش چگونه بود؟ شما گوید. شما هم در خاطر ندارید. شما هم پدرم رو فراموش کردید. باری مویهایش مثل مویهای تو بود. گوش کن. وقت ادای وظیفه است. یک کافر را دستگیر کردیم. کشتن او را حضرت به گردن تو گذاشت. این شرف به هر کس نصیب نمی گردد. پیشت رو نگاه کنی نمیشود دیهاتی. و فکرم مکرور شده است. اینها ما رو آدم فکر نمیکنن. آنها خودشون گناهگارن. هر کس رو همراه خود نمیگیرن. خودشون رو کی میحسابن؟ این ما هم خاموش نمیستیم. اجازه نمیدیم که آنها تو رو احمق کنن. تو هم همراه ما بیا. با گروه جنگاوران حقوقشون پایمال شده داخل شو. با من رو ده، من به درس میروم. با من گوش کن. در اینجا بغیر از ما دیگر دوستی نیست. اجازت نمیدیم که این ابله‌ها تو رو زیر پا نمایند. فهمو؟ تنها نیستی، در برات هستیم. امروز میگویم که تو رو دوست میدارم. تانی بچه ها، یک باری دیگر تکرار میکنیم. پانکراس از دو چیز اساسی تشکل می‌یابد: اگزوکرین و اندوکرین. پالانکرهنس یکی از موضوعهای خیلی مهم بود و بعداً با نام خودش لنگرهنس را یافته مشهور شده است. ممکن است معلم؟ بیا اما باید اول به درس عادت کنی. تو 10 دقیقه دیر کردی. ما باشیم در این 10 دقیقه پانکراس را گذاشتیم.
اگر با ما درباره پانکراس یکم چیز گویی معلوم می شود که با ما در یک سویه، یعنی می توانید در روی. بفرما، تو را گوش میکنم. پانکراس پانکراس نه، پانکریاس. مرحمت، دوام ده. پانکراس در بین روده راست و هوریک جایگیر بوده. اول درست تلفظ کردن پانکریاس رو یاد گیر. سلیما. طاهیر مرا گوش کن. من طاهیر. سلیما خوب هستی؟ طاهیر، من با تو یک گپ دارم، اما مرحمت گپ زن، گوش میکنم. من اینجا هست طاهیر، در اینجا پیمانی ثروت داره. با ما نمیره. میایی در میدانچه نمایش شروع می شود. بیا این طور نیست. مایلش با شما میروم. میدانستم. بیگاه آماده شو. گریتن آماده تو رو میگیرد. یگون مرتبه در وقتش گفتن نتوانستم طاهیر. سلیما، چرا گفتن نتوانستی؟ تو همین جایی؟ من در همین جایی. سلیما، با من چی گفتن میخواستی؟ وای، من بعد صحبت میکنیم. من با عبدالله مصلحت میکنم، کوشش میکنم که تو رو رها کنم. طاهیر، باز گفتن نتوانستم. با آنها باور نکن طاهیر، باور نکن. آنها از آن خائنانی در کوه بوده هیچ فرق نمیکنند. کنی گیرید، خورید شکمتان را سر کنید. مرزا، این خیلی زیاد است. کنی زود با رفیقت تقسیم کن. باتن، تو چرا نمیخوری ها؟ یلدوز حالا هم نامده است. دیده دانسته او را به مرگ فرستاد سینان. چیکار میکردم باتن قماندان؟ جنگاور همیشه برای مردن آماده است. اکد همین تر به ما آموزانده بود. گپهای بیهوده را یک طرف گذار سینان. اگر سرت درد کند همه را به پا میخوزانی. با من از مردن حرف نزن. تو درباره مرگ چی را میدانی سینان؟ هرچی را. تا زمانی که میتوانی نامی اکم را با دهانت نگیر. دانسته باش، اگر با یلدوز یگان حادثه شود تو را میکشم. آها، تو اون خائن را محافظت میکنی.
و من گوش کن باتان. یلدوز این امتحان میگذرد تا اثبات کردن صداقتش و خائن است. وقتی به او داده امان به آخر رسید، مادامی که برنگشت معلوم می شود که مرده است. شما چی کار میکنید؟ همه شما را تماشا میکنند. مگر قماندان ها با هم جنجال میکنند؟ ولی از پسی کارتان شوید زودتر. صدق الله العظیم. به وقت شد اما الدو حالا نامده است. بله، شاید یلمز او را دیده است. اگر یلمز هم نیفته باشد میترسم که خود را از غم نکشد. خود را نگه دارد برفین، این طور نگوی. الدو این کار را نمی کند. همه جا را دیدم، او را نیافتم. به فکرم به اینجا هم نآمده است. نآمده است. چی کار کند آخر؟ رئیس او را در رزی همه شرمنده کرد. خدا او را اصلاح کند. بیچاره را ناامید کرد. خیر پسرم، دیگر کاری از دستمان نمی آید. او حالا علم دارد. در کوه و پشته ها گشته بر می گردد. به کجا هم می رود. بله، راست میگوید. رئیس که ظالم از کارهایش هم ظالمانه. کی میداند که خزبان در چه احوال است؟ اما چی کار میکنه؟ گوش کن و تو بگویم چی گپ است؟ چرا نشسته ای؟ گویا از خونه مرده برآورده باشد. ای خدا، کنی خز یکون چی پس قزمان و تو میگویم خز آخر. مرا ببخش قزمان. من دیگر در اینجا ایستادن نمیتوانم. من میروم. آقای دکتر شما را دیدن میخواهد. گوی در آید. مرحمت. خوش آمدی آقای دکتر. مرحمت. بخیر است یا اینکه در اینجا ناراحت شدی؟ نه، ناراحت نیستم حضرت. تشکر. من برای سلیمه آمدم حضرت. از برای خدا دکتر، در باره آن کافر چیزی نگوی. برای از او خفه شدن حق دارید، اما او به شما کاری بدی نکرده است. التماس این دفعه از گناهش گذارید. کاری بدی نکرده است، اما اگر فرصت میافت میکشت. غیر از این، اگر مسئله‌شان همین می بود هیچ گپ نه، اما به ما وعده داده خیانت کرد. مرا ببخش، اما من این کاری او را هیچگاه بخشیده نمیتوانم. حضرت سیدا، مگر هدف اساسی دین دل به دست آوردن است؟ به فکر من این دختر کافر نیست. شما کلانترید. بخشیدن از خصلت بزرگان است. التماس اجازه دهید او رود. از من این چیز را طلب نکن آقای دکتر.
این طور باشد اجازه دهید با سلیما بخورم. با او توبه کردن را می‌آموزم. شاید مرا گوش کنم. گوش کن دختر، تو را دوست ندارم. آدمی صاحب معلومات و با عقل هستی، اما به این کارها دخالت نکن. هم من و هم خودت را خسته نکن. من گپی آخرینم را گفتم. درباره این دختر هیچ چیز طلب نکن. دیگر به او رحم نمیکنم. مرا ببخشید. شب خوش. سلیما چی شد طاهر؟ متاسفانه اجازت نداد. سلیما تو برای چی برگشتی؟ چرا باز آمدی؟ برای گرفتن مواد مخدر پنهان کردهشون آمدم طاهر. مواد مخدر؟ چه خیر؟ سلیما تو در برای چی گپ میزنی؟ با من گوش کن طاهر. جای بر رو یافتم. مواد مخدر رو گرفتم. وقتی گریختنم مرا دستگیر کردند. یعنی چی؟ حضرت سیدو کاری مواد مخدر رو میکنند؟ بله، عیناً همین طور است. ولی سلیما وقتی که تو رو دستگیر کردن در دستت چیزی نبود؟ جزدان داشتم طاهر، اون رو از من گرفتن. جزدانم رو پنهان کردن. سلیما آن مواد مخدر نیز کرده شد؟ نه نشد طاهر. اگر به من باور نکنی وقتی دمیدن صبح به خزان ها را همش رو میفهمی. طاهر یادت هست یک روز در دانشگاه به تو یک چیز رو گفتن میخواستم اما نتوانستم. چی گفتن میخواستی؟ تو رو دوست داشتنم رو گفتن میخواستم طاهر. اما جسارت نکردم، چون که از روی شیوه مرا مذاق میکردی. مثل معلم تو هم مسخره میکردی. اگر مرا مسخره نمیکردی و تو همش رو میگفتم و شاید به این حالت نمی افتادم. کنیم بچه ها با کجا رسیدیم؟ محمد استاد، شما حق ندارید که شیوه و عادتهای دیگران را مسخره کنید. کنین در جا چین بیادبی نکن. مرا ببخشید استاد، اما شما حق ندارید که با این دانشجو چنین رفتار کنید. برمیگردم سلیما، حتما برمیگردم. طاهر مرا نجاده. تو رو دوست داشتنم رو میگفتم طاهر. خدایا من چی کار میکنم؟ اگر پایش روز باشه چی؟
سلام علیکم. و علیکم السلام. مرحبا. یکم بیماری داشتید؟ من نه، اما تو بیماری داری دکتر. افسوس که این دفعه بیمار تویی. یعنی چطور؟ دیگر چشمانت نمیبیند دکتر. حق را از باطل فرق نمیکنی. شخص مومن با نور الهی نگاه میکنه. تو باشه پابندی چشم عقلت ماندی. با این راه اصل آنها را معین کرده نمیتوانی. آنها را هیچگاه معین نمیکنی دکتر. از آنها دور باش. خوراکشان را نخور، آبشان را ننوش. برای چی؟ حرام است. چیزهای آنها حرام است. یک به چهرهشان نگاه کن. مگر نور ایمان را میبینی؟ آن شخصی که خودش را سید میحسابد او را زودتر ترک کن. چرا؟ چرا حضرت سید او را ترک کنم؟ این شخص کیست؟ بر رویش نظر نکردی؟ نوری در رویش بوده را ندیدی؟ او دوست خدا است. انشالله بخیر باشد. او алакай офтоб баромадааст. агар ба ман бовар накунӣ вақти дамидани субҳ ба хазонҳора ҳамашро мефаҳмӣ. پول آماده است. بارا بینم. جبار گوش میکنم. داد و گرفت میکنیم سردار. حاضر کار و داد و گرفت را من میکنیم. کمی مشکلی برآمد. امانت حالا در دست عبدالله ماند. داد و گرفت را روزی دیگر میکنیم. خوب شده سردار. حقم را میگیرم. داد و گرفت امروز نمیشود. چرا؟ رنگی سرخ در گرفت. معلوم میشود که سربازان و یا تشکیلات به حرکت در آمده است. منطقه بی خوف نیست. برای داد و گرفت رنگی سبز را انتظار بشویم. به من خبر ده. البته. مالها در دست تو میمانند. فرمان چنین است. مایلش. از پای پول رفته کارت را ناتمام نگذار. سینان هر لحظه میتواند برای گرفتن مالهایش هجوم کند. با دقت باش. تشکیلات آبرویش را از دست دادن نمیخواهد. به همه کار راضی است. فهمو؟ خواطر نشو. تدبیرم را میگیرم. آن دختر تشکیلات را زودتر به قتل رسان عبدالله. آن کافر را مرده فکر کن. چه خیلی می شود؟ پس گفت سلیمان راست بوده است.
من چطور به این آدم ها باور کردم؟ باید سلیمه را نجات دهم وگرنه او را میکشند. کنیگیر خوب دار. اما من نترس. طرز استفادهش رو به تو میفهمونم. کنی نشان گیر. دستت نلرزد. بهری قاتلی پدرت را فکر کن. کنی؟ این کار می شود. تو را خوب می آموزانم. اول اینجا بعد آنجا. دستت را بیا. دار. نفس گیر. محکم کن. قاتلی پدرت را فکر کن. یک بار دیگر نفست را دار. کنی قاتلی پدرت را فکر کن. کنی آفرین تو این کار را حل میکنی. بیا. حسابی کارهایت را از تو میپرسم. میمیری. تو را حضرت سیدا انتظار است. رفته. ببخشید بهری رو ندیدید؟ نه خواهرم ندیدم. دروغ گفتن به شما نمیزیبد آقا. چرا دروغ گویم؟ به اونجا رفت. همین طور نه؟ باز به نزد سیدا رفت. پسرم را قاتل میکنه پسرم را. گیر پسرم، این شرف بزرگ را به تو مناسب دیدم. دختر تشکیلات را تو میکشی. کسی خون کافر را ریزد جنت به او نصیب می شود. کسی سرباز حقیقی شود در آن دنیا به جنت می درآید. باز پدر و مادرش هم اهل جنت می شوند. انا به تو فرصت بزرگ. سری کافر را بگیر تا دری جنت برایت باز شود. آفرین. شنیدم که از درس تیر پرانی به خوبی گذشته ای. اگر آن کافر را دستت نلرزیده پرانی، این سلاح از آن تو می شود. چرا نگاه میکنی؟ گپهایم را نمیفهمی؟ کافر را کش، سلاح از تو میشود. تو کارت را خوب اجرا کن بس. برای جوان مرد مثل تو این کار چیزی نیست. همین طور نه جبار؟ حضرت سیدو فراموش نکنه، اگر کافر را بکشی سلاح از تو می شود.
ولی حضرت همین تا چی شد؟ یگان خبر هست؟ افسوس بودن کماندان. دکتر یلدوز رو به خرف میرسونم. چیها میگوی ابله؟ چیها میگویی؟ کاری خازش! خازش! زودتر! خودو شبه! صف کشه! با تن خردی ایتین! سیف الله! سینان! زودتر برا! سینان! زود بگویم خزت! صف کشه! سینان! چه شد ایتن؟ چه شد؟ باتن باز دیوانا شد. تو چه ها میگویی؟ این حریف دیوانا در دی سرمان شد. باتن به تو میگویم چیکار میکنی؟ مردم را برای چی جمع کردی؟ ها؟ یلدوز رو میکشن سینان. او را به صاحب نمیگذارم. برای یک زن شدن مردم را تارمار میکنی هم باتن قماندان. از بالای تو به قرارگاه شکایت میکنم. اگر خواهی کردن گیر، در دست دلیل دارم. این عملیات را برای گرفتن مالها میکنم. فهما؟ کسی باور نمیکند. به این هم قرارگاه از دست دادن مال را میداند. و من نگر باتن قماندان. عقلت را کار فرما. پاید را به شاخی بالا نگذار. به من مانع نشو سینان. هیچی راه را نگیر. راه ده. نمی ایستم باتن. برای از بعد خست گرفتن یلدوز را به مرگ فرستادی. او را میکشند میگویم نمیفهمی. اگر آنها نکشند ما میکشیم. چرا بچه ها را حیف میکنی؟ من آنها را بکشند. سینان با من بازی نکن. یک طرفیست. نمیشود باتن. هر کاری که میخواهید کنید اما باید قرار یک طرفی زیتین. و تو نمیروی میگویم باتن. نمیروی. اگر یلدوز بمیرد این دیوانه تو را به حالت نمیگذارد سینان. اگر آتش هم باشد به اندازه گناهش میسوزاند. هیچ کاری کرده نمیتواند. دیوانه تو این آدم ها را پراکنده کنیتین. کنی هم از پس کارش شود. زودتر پراکنده شود. همه از پس کارش. چرا نگاه کرده ایستاده؟ پراکنده شود. سر و سینه نشربان کن. ما رو نجات میدهیم. توهین حیفی تو. سلاح داری. اما این سزاواری. پره برو. آفرین دکتر. وقتی که گفت از ایمان رود رفیقت را هم نمیشناسم. من به خدمت آماده‌ام حضرتم. به اینجا بیارید. با درخت بنده. دختری جوان و چه احوالی دوست است. نکنید نکنید.
یاری ده یاری ده نکنید نکنید یاری ده نکنید نه 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 زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. جدایی آمد و عمرم خزان شد. عزیزم همیشه تو رو در تنهایی به یاد می آرم که چگونه با هم دیگر کناری هم خوشبخت بودیم. یارکی به لوزومه دیلکی در منظومه آیندمون آینده ای روشن حرف جدایی رو نزن با من که تقدیر از خدایا نمیخواهن آه دیگری دیگری آه دیگری دیگری داشتم و دارم توی عمر دوباره پیراهی تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.